در زمانهای خیلی خیلی دور پادشاهی زندگی میکرد که به جای اینکه به فکر مردم و سرزمینش باشد همیشه دلش میخواست که لباسهای خوب و جدید بپوشد که تا به حال نپوشیده بود. پادشاه عاشق لباسهای خاص بود و برای همین خیاطهای مخصوص او هر روز یک لباس تازه و نو برای او میدوختند. روزها گذشت تا روزی دیگر خیاطهای او نتوانستند طرحی نو ایجاد کنند و لباسی خاص با شکلی تازه برای پادشاه بدوزند. هر لباسی برای پادشاه می بردند، پادشاه خودخواه عصبانی می شد و فریاد می زد: من قبلا این لباس را پوشیدم، مگر نمی دانید که من هیچ وقت یک لباس را دوبار نمی پوشم؟ خدمتکارهای شاه خبر مهمی را در همه جای سرزمین پخش کردند. هر کس بتواند یک دست لباس جدید برای جناب پادشاه بدوزد که تا به حال نداشته است، جایزه بزرگی خواهد گرفت. خبر به تمام سرزمین رسید. از سراسر سرزمین تمام خیاط‌ها به جنب و جوش افتادند و سعی کردند که لباس تازه‌ای برای شاه بدوزند که هیچ خیاط دیگری تا به حال ندوخته است. اما هیچ لباسی شاه را راضی نمی‌کرد. یک روز دو آدم حقه‌باز به قصر شاه آمدند و گفتند: جناب شاه، ما از راه خیلی دوری به اینجا آمده ایم تا برای شما یک لباس جدید بدوزیم و شما را راضی کنیم. ما بافنده هایی هستیم که کارمون را خیلی خوب بلدیم. پیشنهاد ما برای شما پارچه عجیبی است که تنها ما توانایی بافتنش را داریم. این پارچه مخصوص طوری است که فقط آدم‌های عاقل می‌توانند آن را ببینند. پادشاه که نظرش جلب شده بود گفت: جالب. اینطوری هم میتونم لباس جدیدی داشته باشم که هیچ کس ندارد و هم میتوانم بفهمم که کدام یک از وزیران و اطرافیانم عاقل و کدام یک احمق و نادانم. خیلی خوب، فوری شروع به بافتن کنید. بعد هم پول بسیار زیادی به خیاط‌ها داد و آنها را راهی کرد و مهلتی برای آنها تعیین کرد. دو خیاط که در واقع آدم‌های شیادی بودند، پولها را گرفتند و قایم کردند و طوری تظاهر می‌کردند که انگار واقعاً دارند چیزی می‌بافند. صدای ماشین پارچه بافی آنها نیمه شب در تمام کوچه به صدا در می‌آمد. پادشاه می‌خواست که بداند که کار بافنده‌ها چقدر پیش رفته است. برای همین با خودش فکر کرد که خوب است که بهترین و راستگوترین وزیرم را پیش این خیاطان بفرستم تا از کار آنها سر در بیاورد و ببیند که چقدر از کار پیش رفته است. پادشاه وزیر را فرستاد. وزیر به اتاق کار بافنده‌ها رفت و با دیدن ماشین خیاطی خالی از پارچه خیلی تعجب کرد. هر چقدر که نگاه می‌کرد چیزی نمی‌دید. اول فکر کرد که شاید پارچه جایی افتاده است یا چشمانش ضعیف شده است، ولی هرچه بیشتر دقت می‌کرد بیشتر مطمئن می‌شد که پارچه‌ای وجود ندارد. وزیر که مرد با تجربه‌ای بود با خود فکر کرد: خیلی بد شد. حالا اگه من راستش را به پادشاه بگم، خیال می‌کنه که حتما آدم نادانی هستم و نمی‌تونم این لباس با پارچه خاص را ببینم. اون وقت به من خواهد گفت که از قصر من بیرون برو. برای همین وزیر بازگشت و به پادشاه این گونه گفت که تا به حال پارچه‌ای به این زیبایی ندیدم جناب پادشاه. من مطمئن هستم که شما از این پارچه خوشتان خواهد آمد و تا به حال لباسی به این شکل ندیده اید. پادشاه از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد و برای بافنده‌ها پول بیشتری فرستاد. چند روز بعد پادشاه خواست که خود شخصاً پارچه را ببیند، اما با خودش فکر کرد که اگر نتوانم پارچه را ببینم آبروم پیش همه خواهد رفت. این شد که یکی دیگر از وزیرانش را پیش بافنده‌ها فرستاد. پادشاه خیال میکرد که این وزیر از همه باهوشتر است، اما او هم نتوانست پارچه‌ای را ببیند و از ترس اینکه شاه با او دعوا کند، او هم به پادشاه اینگونه جواب داد که جناب پادشاه، واقعاً که پارچه بسیار بسیار قشنگی است، الحق که برازنده شماست. پادشاه بیشتر خوشحال شد و خودش فکر کرد حالا دیگر من نباید نگران چیزی باشم، چون حتما میتونم پارچه‌ای که اونا دیدن رو ببینم. پادشاه مطمئن بود که وزیرانش به اندازه خودش باهوش نیستند. برای همین به همراه دو وزیر و خدمتکارانش از قصر بیرون آمد. دو وزیر پادشاه گفتند: جناب پادشاه، ما امیدواریم که شما از این پارچه جالب خوشتان بیاید. پادشاه به پیش خیاطان رفت و در اتاقی رفت که بافنده‌ها در آن کار می‌کردند. اما در ماشین بافندگی چیزی ندید و خودش فکر کرد: یعنی که چه؟ چرا من نمیتوانم پارچه رو ببینم؟ یعنی من نادانم؟ نه، اینطور نیست. ولی خب نباید این گونه بگویم که چیزی نمیبینم. بنابراین پادشاه به بافنده‌ها گفت که از پارچه خیلی خوشش آمده. هر دو وزیر هم توی دلشون گفتند چقدر بده که من نمیتونم پارچه رو ببینم. پادشاه دوباره به بافنده‌ها مقدار زیادی طلا داد.
بافنده‌های شیاد هم به کارشون ادامه میدادند و وانمود میکردند که در حال کار با ماشین بافندگی هستند. بعد از مدتی بافنده‌ها به پادشاه خبر دادند که تمام پارچه بافته شده و لباس جدید آماده است. برای همین روزی به قصر رفتند تا لباس جدید پادشاه را به او نشان دهند. خیاطان انگار که پارچه‌ای را در دست گرفته باشند، انگشتان سبابه و شست خود را به هم چسبانده بودند و دستان خود را تا جایی که می‌توانستند بالا بردند. انگار که لباس بلند و فاخری را در دست گرفته باشند و قصد نشان دادن آن را به همه داشته باشند و گفتند: جناب پادشاه، با دقت به این لباس نگاه کنید. وقتی که مردم شما را با این لباس زیبا ببینند خیلی تعجب می‌کنند. آنها حتما از شکوه این لباس و پادشاهشان تعریف خواهند کرد و بیش از پیش از داشتن چنین پادشاهی خوشحال خواهند شد. پادشاه با اینکه لباسی در دستان خیاطان نمیدید، اما از این حرفا به وجد آمد. سپس به کمک خیاطان لباسهایش را درآورد تا لباس جدیدش را امتحان کند. پادشاه در ذهن خود داشت خود را گول میزد و در دلش میگفت: وای چقدر عالی! این لباس مثل پر سباک و مثل نسیم لطیف است. حتما که من نباید آن را ببینم. همین که دیگران آن را میبینند و از آن تعریف میکنند حتما چیز بسیار زیبایی است. بعد دو وزیرش را صدا زد و ازشون پرسید: خب بگویید ببینم، از لباسم خوشتان میآید؟ و وزیران در حالی که فکر میکردند آنها هستند که این لباس را نمیبینند، اما از ترس نادان جلوه دادن خودشان با بهبه و چهچه پاسخ دادند: البته بسیار، خیلی لباس زیبایی است، الحق که شایسته جناب پادشاه است. در همین زمان در تمام سرزمین حرف از لباس جدید پادشاه بود. پادشاه نادان نمیتوانست صبر کند تا لباسش را به همه نشان دهد. یک روز رژه‌ای ترتیب داد و در میان رژه، در حینی که پیشا پیش سربازان راه میرفت و پا میکوبید، با صدای بلند فریاد میزد: فقط آدم‌های دانا میتوانند این لباس فاخر جدید من را ببینند. و مردم هم فریاد میزدند: همینطور است، لباس تازه پادشاه بسیار دیدنی و زیباست. این لباس چقدر به پادشاه میآید. بله به به، واقعا فوق‌العاده است. شاه وقتی که صدای تشویق مردم را میشنید بیشتر خوشش میآمد. ناگهان صدای پسرکی بلند شد که با خنده گفت: نگاه کنید، این مرد لباس نپوشیده است. آقای شاه، شما با این بدن لخت حتما سرما میخورید. صدای پسرک مانند پتکی بر سر جمعیت خورد. کم کم صدای خنده مردم از گوشه کنار جمعیت بلند شد و طولی نکشید تا همه مردم و درباریان فهمیدند چه کلاهی سرشان رفته. همه آنها از ترس اینکه پیش دیگران احمق و نادان به نظر بیان، حقیقت را مخفی کرده بودند و در نتیجه همه فکر می‌کردند که فقط آنها هستند که لباس را نمی‌بینند، در حالی که اصلا لباسی وجود نداشت. شاه که تازه به ماجرا پی برده بود با خود گفت: ای وای، مسخره مردم شدم. خیلی بد شد. من لختم، پس تا حالا گول خورده بودم. آبرویم رفت. بعد از آن به قصر بازگشت و بعد پسرک را به قصرش فراخواند. مردم در گوش همدیگر پش پش می‌کردند و منتظر بودند تا ببینند پادشاه با پسرک چه کاری دارد. مدتی گذشت. پادشاه پدر و مادر پسرک را هم به قصر دعوت کرد و به آنها گفت: شما یک پسر درستکار دارید. او آنقدر خوب بود که حقیقت را به من گفت. من از او ممنونم که بیش از این نگذاشت من در این نادانی بمانم. سپس به پدر و مادر پسرک هدیه‌های بسیاری داد و از آنها بابت تربیت درست پسرشان تشکر کرد. از آن روز به بعد پادشاه بیشتر از این که به فکر لباسش باشد، به مشکلات مردم و کارهای سرزمینش فکر می‌کرد.